ماهی دی رفت و بهمن رفت، ساقی نوبهار آمد. زمین سرسبز و خورم شد، عوام لاله‌زار آمد. درختان بین که چون مستان، همه گیجند و سرجنبان. صبا برخواند افسونه که گلشن بی قرار آمد. آری به کشوری خورشیدی، به پاک بامی خورم، به مزرعه زلال و مصطفی، به میلادگه عارفان بزرگ، به خاندان هر تاجیک و تاجیکستانی بهار گلبسر و گلبدامان آمد. پیک خوشش همه جا برملاست. درختان گل کردند، سبزه ها رویدند، آبها جاری شدند و مهمتر از این همه قلب ها آری از همه افکار دیگر گشتند که این گویای آن است که واقعا هم در کشور خود نوروز آمده است. از قدیم در فرهنگ تاجیکان آیین و سنت های نکوی انسانی ادامه دارد که تا هنوز با ویژگی هایش به قلب ها نشاط و خرمی و سعادت و تمیزکاری می بخشد. مردم ابتدا خانه و درها را تازه و پاکیزه و گلکاری کرده، همه وسایل کهنه و شکسته را به در می کنند تا نوروز برایشان برکت باز هم بیشتری بیارد. واقعا هم سنت تاجیکان عجیب و زیباست. ساکنان با پیک آمدن نوروز همه جاده ها را آزاده می کنند، هم نهال و درخت و گل می شینانند، هم با هزارها امید انسانی به سیرگاه نوروزی، به تماشای باغ و چمن و مرغزاران می روند. اینجا نوروزگاه ناحیه وخش است. گوشه ای از باغ فرهنگی مکان برگزاری عیدگاه ملی قرار گرفته، این جانب به تنتنه آن شروع نمودند. همه خوشی و سعادت و انسانیت و برکت و شیرینی روزگار، آسودگی وطن در سیمای این مردم تجسم می شود. اینجا ساکنان ناحیه وخش فرحبالی دارند. ما در نوروزگاه ناحیه وخش قرار داریم. اینجا نیز ساکنان ناحیه وخش از صبح صادق نوروزگاه آمدند و با روحیه بالیده و فرحبالی از دوران تنج و آسودگی وطن محبوب قدیمترین و گواراترین جشن پرشکوه ملت را استقبال میگیرند. نوروز با تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در یونسکو به قید گرفته شده. دف و چنگ و کرنه و سرنه به گوش‌ها می‌رسد که از گرامی داشتی سطحی بلند نوروز در ناحیه وخش گواهی می‌دهد. در ناحیه شما مردم چگونه فرحبالی دارند؟ ما مادران ملت تاجیک شکرگزار از آن می‌نماییم که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دنیای تنج و آرام زندگی و کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. مقصد و مرام گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها احیا نمودن هنرهای مردمی با یک لحظه هایی که در خاطر هر یکی ما باقی میماند نوروز را جشن گرفته ایستادند. ما باید فخر از آن کنیم که همین لباس‌های ملی که دختران و مادران ما به بر کردند، همه این از تنجی و آرامی مملکت ما به نظر می‌رسد. خب همین نوروز را از نسل به نسل چی باید کرد که به میراث گذاریم؟ مقصد و مرام ما از آن عبارت است که همین خیلی جشن‌ها را یعنی که در بین نسل نورس گذراندن فهماندن در کار است که نسل نورس ما از این
گذشتگان ما عبرت آموز باشد. من امروز در سیرگاه ما ببینیم شما کودکان و نورسان را آوردید. به چی خاطر؟ به آن خاطر آوردیم که بینند و شاگردان ما بینند و فهمند که خلق گذشتگان ما چنین جشن و مراسم ها را در منبع ادامه دهند. فرهنگ نوروز، سنت های نوروزی، خوراک های ملی در ناحیه چگونه حفظ می شود؟ در همه جشن ها، خواه او عید ساده باشد، خواه عید نوروزی باشد، از همین خوراک های ملی و لباس های ملی خود را به بر گرفته جشن مراسم ها را در ناحیه در سطح بلند میگذرانیم. سلامت باشید. واقعا هم در طول تاریخ دولتداری تاجیکان جشن و مراسم و عنعنه و آیین های زیاد موجودند، ولی نوروز با شکوه و شهامت در میان همه جشن های ماه ارجمندی های زیاد دارند. از همین خاطر ساکنان ناحیه وخش تلاش بران می‌ورزند که همه آیین های نیک و ارزنده نوروز بین المللی را از نسل به نسل به میراث گذارند. چکچکی باران ببین، فصل بهاران ببین، چکچکی باران ببین، فصل بهاران ببین، لاله و ریحان ببین، درید نوروز، لاله و ریحان ببین، درید نوروز، لاله و ریحان ببین، درید نوروز، لاله و ریحان ببین، درید نوروز. ای بهاری فیض دورم پر نگارا دیدم، 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 سبزه‌های مخملی سه برگزارا دیدم، 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 چون بیایی هرگاه به او چمن گل میکند، گل میکند، میکند، در دمی بیش گفتن گل ناله بلبل میکند، 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 در دمی بیش گفتن گل ناله بلبل میکند، میکند، میکند. یک آیین نیک نوروزی آن است که در عید نوروز، در روز جشن نوروز وابسته به همون عنعنه‌های نیک و پسندیده 6000 سال پیش دسترخوان عیدانه نوروزی آراسته میکنند که در آن پیش از همه اینابت میکنند به خوراک‌های هفت‌چین و هفت‌چین. طور ما در گوشه دسترخوان‌آرایی ناحیه وخش مشاهده کردیم. در اینجا خوراک‌های قدیمی که به هفت‌چین و هفت‌چین تعلق دارند و تاریخ نوروز را تجسم میکنند گذاشته شدند. دسترخوان عیدانه نوروزی باید چگونه باشد؟ عید نوروز را در سراسر کشورمان جشن میگیرند، یعنی احیای طبیعت زنده، بهاری عطرآمیز و پرنکهت و شامم بوی گل‌های بهاری و صدای پرندگان با صدای نی خیلی گوارا و دلنشین است. جشن نوروز فرخنده‌پای سال نوی اجدادان تاجیکان بوده، محض در فصل بهاری نکهت‌آمیز تجلیل می‌گردد. جشن نوروز با زیبایی طبیعت و گوارا عالم را تسکین می‌بخشد. در تاجیکستان صاحب استقلال جشن نوروز روز نو را با یک آیین و عنعنه‌های گوناگون قید می‌کند. یک دشت کهن آمد با شعر و سخن آمد، نوروزی وطن آمد، نوروز مبارک بود. در نوروزی باشد دسترخوان هفت‌چین و هفت‌چین آرامیدیم و خوراک‌های قدیمی نیز در اینجا جایگیر است.
نوروز از عشق آتش بر دل بیفروز ما عاشقی تو ما عاشقی گو از عشق آتش در دل بیفروز نوروز دیار آمد پیغام بهار آمد در موسم کار آمد نوروز مبارک باد نوروز 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 مبارک باد هم زیب چمن نوروز هم زیب وطن نوروز در دشت و دمن نوروز نوروز مبارک باد نوروز 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 مبارک باد نوروز به نوبهار کی میبینم گلها را به 6 قطار کی میبینم گلها را به 6 قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینم در برابر دیگر جشن‌ها نوروز از زمره عیدهایی میباشد که آن را مردم تاجیک در قطار دیگر خلق و ملت‌ها با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌نمایند. نوروز را سال نو مردم آری و تبار معنیداد نموده آن هر سال با محبت و صمیمیت پیشواز گرفته می‌شود. واقعا هم از نسل به نسل به میراث ماندن جشن کهن بنیاد تاجیکان نوروز عالی فضیلت از تلاش‌های بی‌واسطه حکومت مملکت گواهی می‌دهد. فضیلت‌های نوروزی در ناحیه وخش با تمام همون انسانگرایی، پیروزی، روشنایی بر تاریکی و دیگر عنعنه‌های نیک و مقبولش چگونه حفظ می‌گردد؟ محض با تشبث و دستگیری سیاستی خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان نوروز جهانی شد. ما کوشش کنیم که جشن‌های بزرگ نوروز، مهرگان، سده و دیگر جشن‌ها را ما با یک شکوه و شهامت خاصه پیشواز بگیریم. مردم سربلند کشور امروزها با امر پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان 35 سالگی جشن بزرگ استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان را با یک شکوه و شهامت خاصه آمادگی دیده ایستادند. جواباً به همه این غمخوری‌ها باید که ما هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده جوانان و نورسان را در روحیه وطن دوستی، در روحیه مهنت دوستی، در روحیه ارج گذاشتن به مقدسات ملی تربیه نماییم و نگذاریم که گروه ناخلف فضای آباد و آسایشته تاجیکستان عزیز ما را خللدار سازد. امروز که ما در چنین جمامدی با شکوه جشن نوروز بین المللی قرار داریم، بگذار شعله خوشبختی بر خاندان هر یکی ما نورافشانی کند. بگذار که در دل چه مراد و مقصدی که دارند در این نوروز عجم جامعه عمل پوشد. نوروز نو، سال نو، کاری نو آمد. در کشور دل فیض فرح بار نو آمد. پوشیده وطن پیرهنی تازه طبیعت، بلبل به نوایی گل و گلزار نو آمد. شبیر شبیر باران شد، موسم بهاران شد، همه جا گلستان شد، وقتی کاری دهقان شد. بر باد و باران بهار با میسه های کوهسار، بر خوانش مرغ هزار نوروز نو گوید سلام. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بینندگان گرامی، ما در گوشه کدبانوهای ناحیه وخش قرار داریم که اینجا زنان و مادران کدبانو آمده به استقبال بهار و نوروز، خاصه در روز عید نوروزی خوراک‌های صرف نوروزی آماده می‌کنند که از گذشته‌های دور ما تا به امروز
محض همین فرهنگ خوراکای ملی توانستند که نام و شهرت و آوازه ما را به جهانیان معرفی کنند. ما مردمی شریف ناحیه وخش از صبح بر وقت خواستیم که خوراک‌های ملی زن‌های مادران ما نیاز از اقدام پیشگرفته جناب عالی نوروز را با شکوه شهامتی تازه جشن گرفته هستند. ببینید که از صبح کلچه‌ها پخته، دگ‌های سومنک و آتلا و آش بریده و هنرهای ملی مردمی خود را به نوار گذاشتند و زنها با از صبح بر وقت زنها دخترها لباس‌های ملی چکن و گلدوزی و مانند من کاکل بافته آنها از صبح سحر شادی و خرسندی در یک طرف ما ناحیه وخش با شکوه شهامت با خرسندی رقص و سرود و موسیقی گذرانده ایستادیم و بازی‌های عنعنه‌های ملی گوشتین معرفی میکنیم که تا اینکه به نسل آینده ما همچون میراث و جوانان ما باقی مانند. پیشوای ملت در منبری بلند پشتیبان تاجیکان شد، نوروز را جهانی کرد. تاجیکان ما را در جهان همه میشناسند. تاجیکان ملتی تاریخی است و نوروزش تاریخی 6000 ساله دارد و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نوروز و عنعنه‌های سنت‌های ملی تاجیکان را به جهانیان معرفی کرد. نوروز را در تمام سراسر جهان و مانند ما پیشواز میگیرند. حالا که روایت درباره نوروز هست، شاه جمشید روزی به تخت میشیند، برای آن تاج میسازند، هنرمندان آن تاج را پر از نگین میکنند. همان روزی که آن تاج را به سر شاه میمانند از صبح بر وقت تا چنان نگین روشنی میدهد این فال نیک است گفته مردم این را روزی نو سالی نو اعلان میکنند. نوروز معنی روزی نو را داشته در ابتدای سال نو خورشیدی تجلیل میگردد. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین و زنده شوی طبیعت، آغاز کشت و کار و ایام برابرشوی شب و روز است. در تاریخ فرهنگ مردم آریا تبار هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن خجسته و فرخنده نوروز عزیز و محترم نیست. نوروز پیوندگر نسل امروز با رسم و آیین، ارزش‌های استتیکی، مهر و صداقت و عنعنه‌های نیاگان می باشد. این است که هر سال آن با تمام شکوه و شهامت خاصه پیشواز گرفته می شود. این عید نیاگان دارای خصوصیت و فرهنگ مخصوص بوده در هر گوشه جمهوری با آراستن آیین‌های عیدانه نوروزی آن را با روحیه تازه و فرهمندی استقبال می گیرند. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد، بهار وزار آمد. بچین گلهای نوروزی، بپوش تاقی زردوزی، بهار وزار آمد. نوروز و نوبهار است، گل در میان خار است. غنچه دهان گشاده، بلبل چی بیقرار است. نوروز و نوبهار است، چو موسم گل آمد. بر شاخه گل نشسته، خوانش بلبل آمد. نوروز و نوبهار است، بر گل رخان مبارک. این روز شاد و خندان بر کودکان مبارک. فصل طرب رقص شراب آمده است، برنامه عشق من جواب آمده است. با دسته گل ز گلخن نوروزی، زردوشت به بزم آفتاب آمده است.